با اوج گرفتن گرونی از سیب زمینی پیاز بگیر تا طلا و ماشین و ارز و سکه و افزایش شدید تورم مهار نشدنی که البته این هم از دستاوردهای بارز حکومت آخوندی محسوب میشه، یک کمپین اینترنتی با هشتگ چیزی نخریم راه افتاده که از مردم میخواد که تا 1 ماه چیزی نخرند. این مابین یکی از نتیجه های خمینی، یعنی احمد خمینی، همین یارو جوجه آخونده که ماهی 20 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور رو خرج زلمزینبوهای خمینی گور به گور شده میکنه، هم به کمپین 1 ماه چیزی نخریم پیوسته. الو سلام علیکم، خسته باشی. ببخشید اونجا خونه خمینیه؟ خسته باشی، ببخشید آقا، او یارو احمد تو خونه هسته؟ جا خود تو هستی؟ خسته باشی آقا. والا بعد داشتم اینستاگرام رو نگاه می‌کردم، دیدم شما به کمپین تا 1 ماه چیزی نخری پیوسته. خواستم اولا تشکر کنم که قبل مردمی هستی. بله تو اینستاگرام دیدم. بله حالا می‌خواستم بپرسم، یعنی شما هم مثل با مردم عادی قرار نیست دیگه چیزی بخری؟ مثلا توی 1 ماه دیگه طلا و دلار و اینا نمیخری شما؟ جا دلار و طلا زیاد داری ها؟ بله خدا زیادترش کنه. پس فکر کنم منظور تو این بوده که تا 1 ماه ماشین پاشی دیگه نمیخری ها؟ ماشین هم داری؟ 6 تا بله خدا زیادش کنه. پس گره شما منظور تو شاید این بوده که لوازم خانگی و اینا نمیخری ها؟ جا پس لوازم خانگی هم از هر بار که 2 جفتشو داری. چه جالب، چه با خدا زیادش کنه. البته زیاد است، زیادترش کنه. خب میگم آقا چیزی هم مونده که نخریده باشی؟ جا فضاپیما میخواستی بخری اما دیگه نمیخری. این ما نمیخری ولی با دیگه میخری. چه جالب. فقط ببخشید این فضاپیما رو واسه چی میخوای بخری؟ مسافر کشی کنی؟ جا واسه دوران براندازی میخواد. بله پس قرار خودتون رو فکفامیل و خادارتون رو بندازی تو فضاپیما و الفرار. الو چه قطع کردی که